از شکست انقلاب لهستان تا شکل‌گیری پادشاه ساعت‌سازی، تأسیس پاتک فیلیپ. شروع داستان پاتک فیلیپ به سال 1839 در ژنو برمیگرده، جایی که آنتونی پاتک لهستانی که یک مبارز انقلابی و تاجر بود، بعد از شکست انقلاب لهستان در سال 1830 به سوئیس مهاجرت میکنه و اونجا با هموطنش که داستان مشابهی داشت، یعنی فرانشیشک جپک، آشنا میشه که یک ساعتساز فوق‌العاده ماهر بود. ترکیب یک تاجر و یک ساعتساز منجر به تشکیل کارگاه ساعتسازی شد که ساعت‌های جیبی رو برای افراد ثروتمند میساخت. بعد از گذشت فقط چند سال، آنتونی پاتک به فکر نوآوری در ساخت ساعت‌هاش افتاد و اینجا بودش که با یه هموطن دیگه‌اش که اون هم ساعتساز بسیار ماهری بود، یعنی ژین آدریان فیلیپ، آشنا میشه و وقتی در سال 1845 به شرکتشون اضافه میشه، نوآوری‌های بیشماری به ساعت‌هاشون اضافه میشه. بعد از گذشت فقط چند سال، شپک از جمع 3 نفره جدا میشه و شرکت به پاتک فیلیپ اند کو تغییر نام میده و این شروعی بود که پاتک فیلیپ خودش رو به عنوان یک سازنده خلاق و بسیار دقیق در ساخت ساعت‌های جیبی به دنیا معرفی کنه. نسل‌ها از ساعت‌سازان با مهارت و نوآوری بی‌وقفه‌شون ساعت‌های جیبی، کرونوگراف و تقویم‌های پیچیده ساختن که نه تنها زمان رو نشون میدادن، بلکه هنر و دقت مکانیکی رو به نمایش میگذاشتن. در طول بیش از یک قرن این برند توانست سنت‌های قدیمیش رو حفظ کنه و در عین حال به نوآوری هم ادامه بده، تا اینکه در سال 1932 به خانواده استرن فروخته شد و همچنان توسط نسل 4م این خانواده، یعنی تیری استرن، مدیریت میشه و حالا بعد از 186 سال پاتک فیلیپ هنوز زنده است. بعد از گذشت بحران‌ها و جنگ‌ها هنوز هم به صورت خصوصی و توسط خانواده استرن داره به راه خودش ادامه میده.